سلام علیکم دوستان عزیز. باز در مغازه اینفینکس اومدیم. اینفینکس نو، اینفینکس مدل بودجه سر کردگی تا اینفینکس زیروسی و نوت سی پرو آوردیم. تلفن‌های بودجه اینفینکس را هستن اینفینکس سمارت 8 میگن. اینو پامیرش 64 و اپراتیفکاش 3 تلفن بودجه نیای. جای زایتکش تایپسی اینفینکسی ای همه ارزانش در مغازه ما حاضرش همینه. سه تا کامera داره و یا سپیکر داره. چقدر دستن دیزاینش با دیزاین آیفون کم ترک ماننده و این تلفن بودجه نیای. اکرانش 90 گز کور میکنه و 8 مگاپیکسل کامera داره. باتریکش باشد 5000 ماه. چقدر دستن با درجه از اینفینکس های سمارت 4 با 128 هست. با اینفینکس های خودچیل درجه آورده کم. تمام این عمود استویتش هست. اینفینکسی همین خطا نکنیم بچه ها. اینفینکسی خودچیل میشه و خودچیل ای میشه و اینفینکسی نوت سی میشه و نوت سی ای میشه. هر یک کدامش بخچه نموش دیگرگون میشه و در چه خیلی که دستیم بچه ها تک تلفنی که بسیار میپرسیدن بچه ها اینفینکس زیروسی میپرسیدن. این اخیر و مغازینه آوردیمش. چه خیلی دستن دیزاینش هم چوتکیه. اینفینکس زیروسی اپراتیفکاش 8 پلس 8 256 گیگابایت کامera داره و نرخش باشه در مغازین ما 19490 روبل در این مومنت. بعد همه در اینفینکس های با نرمانی ترش همیده اینفینکس های نوت سی پرو هستن. چقدر گذاشتن دو نمود سویل دارن، 3 تا کامera و 1 تا اسپیکر دارن. 108 مگاپیکسل کامera داره و اینو باشن اپراتیفکاشون میشه و 8 پلس 8 پلسی 256 گیگابایت فامیل. نرخش باشه در مغازین ما اینو را هستن 19990 روبل و ما تا آخر ماه رمضان نرخ ما را علیش کردیم. تا آخر ماه رمضان میتونید که بیاین همین اینفینکس را با نرخایی که 500 روبل 1000 روبل سکیت کرد میتونید که بیاین دسترس کنید تا آخر ماه رمضان. یک چیز دیگه نکته نمونه که اینفینکسی نوت سی پرو безпроводной مخصوص ضریب میگیره، نه که اینفینکس زیروسی безпроводной ضریب نمیگیره. بسیاری مردم اینا پرسیدن که اگه زیروسی безпроводной ضریب دارم خیلی فونکشن داره. نه این فونکشن безпроводной ضریب نداره. تو که اینفینکسی نوت سی پرو безпроводной ضریب میگیره. خوب و میبینیم که تلفن اینفینکس بودجه نیست در کاربردش چی داره، در کامپلکتش چی داره. так تلفن بودجه نی اینفینکس سمارت 8 اپراتیفکای 3 با 64 میبینیم که در این کاربردش چی داره. так میکشویم شدنش کم بودش. در این کاربردش فقط یک تا کابل کاغر وقت یک تا بلوک داره و یک تا کابل داره. شو دیگه سیمک برای سیم کاتبری داره. تمام تلفن بودجه نش همه قدر چی داشته است. خیلی درجه میمونیم و میبینیم که تلفن‌های اینفینکس نوت سی پرو و نوت زیروسی چی در کامپلکتش. در کامپلکتش اینا دارن. так خب یک تا چخالی پرازراشنی داره. چخاله خیلی نه شیشگی ای نه مثل رزینی پلاستماس یا که خیلی چی میگن پلاستیک بوده ژوستکی ای. باشو یک خاطرش خوبیش در چیه که نوت سی پرو در کامپلکتاسی خودش پلیونکا نه استیکلو داره یا تا استیکلو заводской داره شیشگی. یعنی میچسبونن در بالا چسبوندنش کسی چه безплатно. так داره سیمکی برای سیم کارت بروری و یک تا بلوک داره. بلوکی так 68 وات یا بلوک 68 وات و تا دیگه کابل داره. تلفن بودجه نیست فقط کابل و بلوک دارن. این تلفن باشد نوت سی زیروسی نوت سی پرو چیخول استیکلو بلوک کابل در کامپلکتش دارن. و نکته نمونتی بود مغازین تلفن‌های بودجه نیوی بودن که ردمی اد پلوس نرخ مغازین ما بود 6000 روبل بود. باز این نرخ اینا را با نرخ ماه شریف رمضان با نرخنامه ماه شریف رمضان 5500 کردگیم. میتونین که ببینید این 5500 روبل سر کرده تا 40 50 60 130 از تلفن خرید کنین. چه تلفنی میگیرین صاحبی یک تایگه این پدرکا میشه و این پدرکا یک میکشین. اگر این پدرکا چیزی برای رفتیم یک چمیکشین پریمیر نه ایدرنی پدرکا برومان موشینکا سویا تلفن 5500 میگیری یا موشینکای 10000 میزنی. این پروست پدرکا اینمی مغازین ریال فون است. و دیم شب کشیم دیمش چی میبره و نگن که خودش ببرکه.
Есть наушники AirPods MT-17. Ай нами наушникҳо нархошон дар магазини мо 1500 то 2000 мешаванд. Инёро мо до падарка мондагем. خب برادران عزیز میتونید که به شما تلفن خرید کنید و سوی پدرکو شوید. دستافکا با تمام همه شهرهای روسیه و دستافکا با تاجیکستان طریق سامولوت میکنیم. اگر که ای مسکو بیرون باشین через پشت روسیه یا تاکسی دستافکا میکنیم و درون مسکو دا باشین تو مترو دستافکا داریم برادران عزیز. اون اپشن هم اومده دستافکا پلانیان بیسپلانی نیستن دستافکا پلانیان در درون مترو را 300 روبل через پشت هم 300 روبل. با تاجیکستان через سامولوت روان میکنیم با تاجیکستان 700 روبل تا تاجیکستان میشود. و شما میتونید که برای ذکر تلفن نمره که در بالای اکران نوشتگی است با همین مراجعه کنید اپراتور در مورد کوتاه با شما جواب خواهند داد. ساعت کاری ما از ساعت 10 سحر تا ساعت 10 شب آدرس مغازین گورод Москва метро Бутирская торговый центр Зеленый магазин Реалфон.